سارا چطوری بگم میتونی لطفاً به من کمک کنی؟ ببین خیلی راحته. میخوام یه جوری بهت آموزش بدم که تو هیچ کتاب اینطوری یاد نمیگیری. کمک کردن به من میشه help me. درسته؟ وقتی بخوام بگم میتونی لطفاً از ساختار could you please که خیلی هم مؤدبانه است استفاده میکنم. کمک کردن به من میشه چی؟ help me. could you please رو قبلش میذارم. could you please help me؟ میتونی لطفاً به من کمک کنی؟ میتونی لطفاً بهم خبر بدید؟ let me know یعنی به هم خبر دادن. could you please رو قبلش میذاریم. could you please let me know؟ میتونی لطفاً به هم خبر بدی؟ میتونی لطفاً بشینی اینجا؟ ببین نشستن اینجا میشه sit here. could you please رو قبلش میذارم. could you please sit here یعنی میشه لطفاً بشینی اینجا. میتونی لطفاً جواب بدید؟ جواب دادن میشه answer. از همین قاعده استفاده کن. برام تو کامنت بنویس میتونی لطفاً جواب بدی. میتونی به انگلیسی بگی یه پیتزا میخوام؟ آره خوب گوش کن، خیلی راحته. همین یه دونه رو یاد بگیری هر درخواستی داشته باشی و میتونی باهاش بگی. پیتزا که به انگلیسی همون پیتزا میشه. ولی وقتی بخوام بگم من میخوام، اونم خیلی مؤدبانه بخوام درخواست کنم، میتونم از I would like که تون بخوام بگم میشه I'd like استفاده کنم. پیتزا میشد پیتزا. I'd like رو قبلش میارم. I'd like a pizza یعنی یه پیتزا میخوام. یه ساندویچ میخوام. ساندویچ به انگلیسی میشه ساندویچ. I'd like رو بعد قبلش بذارم. I'd like a sandwich یعنی من یه ساندویچ میخوام. یه لیوان آب میخوام. یه لیوان آب میشه a glass of water. حالا I'd like قبلش میاد. I'd like a glass of water یعنی من یک لیوان آب میخوام. یه بستنی میخوام. بستنی میشه ice cream. دقت کن چون حرف صدا داره آی داریم بعد بگیم an ice cream. حالا از همین قاعده استفاده کن. برام تو کامنت بنویس که من یه بستنی میخوام.